Serena, a performer who left Iran 3 years ago. She grew up in Sanandaj, one of the Kurdish cities in Iran. در واقع ترسی که داشتم به خاطر این بود که رقص دیگه، رقص همیشه ممنوع بوده و مثل خوانندگی، مثل Same Kurdish cities who were most rocked by the protests caused by Mahsa Amini death. Serena's friends and family still live in Iran. خب فکر می‌کنی این ادامه داشته باشه؟ این بیرون رفتن ها، جنگی که دخترها دارن شروع. She created a film in Iran 4 years ago and shared it with the BBC. The video shows Serena and her peers creatively expressing themselves, although they were unable to release it. The director, who is another Iranian woman, does not want to be credited in the film and stays anonymous. Serena tried reaching her friends in Iran who are taking part in the ongoing protests against the regime. Serena has released the video in solidarity with the Iranian protesters. حالا میری تو اعتراضات هستی با بقیه، همه یه صدایین، چه حالی داره؟ میدونی چه شکلیه؟ انگار همه این سالا، این خشما، این نفرتی که ما نسبت بهشون داشتیم، الان یه جوری شده که میتونیم یه ذره‌شو داد بزنیم. داریم صدامونو به خیلی از جاهای دنیا میرسونیم. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها. ولی خیلی از دوستام سورپرایزم کردن و واقعا فکر نمی‌کردم که انقدر نترسانه و شجاعانه برای چیزی که میخوام بجنگن. واقعا بهشون میبالم. میخوام بدونن که همه میبینن که چقدر متفاوتن، چقدر یه اتفاق بزرگ تاریخی رو دارن رقم میزنن و چقدر همه امیدوارن بهشون. زندگی آزادی، برای آزادی. ببین اینترنت رو قطع میکنن، ما SMS میدیم، آنتنا رو میپرونن، ما میریم جلو در خونه همدیگه. یعنی اصلا این فکر رو باید از سرشون بیرون کنن که قرار خوابیده بشه این اعتراضات. نه، این اتفاق نمیفته، تازه شروعه. برای دانش آموزا، برای آینده، برای